تو رو خدا کوتاه نیایید، الان وقت کوتاه اومدن نیست، وقت از پا نشستن نیست، وقت خسته شدن نیست. میدونم خسته اید ولی بازی همینه دیگه، زندگی همینه. میخوام بگم کوتاه نیایید. نوشتم نذاریم هدفامون از روش بگذره، استهلاک زمانی بهش بخوره. این هدف 3 ماه دیگر هدف یعنی چیزی در دسترسه، یه 2 ماه به جنگ بهش برس. این هدف بیفته سال بعد دیگه اسمش هدف نیست، اسمش میشه امید. هدفامون رو تبدیل به امید نکنیم. دوره 2 سال دیگه از اون امیده بگذره دیگه باز اسمش امید نیست، اسمش آرزوه. امیدامون رو تبدیل به آرزو نکنیم و 4 سال دیگه از روش بگذره، وای از اون روزی که آرزوهامون تبدیل به رویا بشه. نذاریم هدفامون بشه امید، امیدامون بشه آرزو، آرزوهامون بشه رویا. همه آدما دارن هدفهایی که یه روزی امید شده، یه روزی آرزو شده و یه روز رویا و یه روز مرده. یعنی یه آدم که نمیتونه همه هدفاشو به سرانجام برسونه. خب